اول برنامه ما خانم نرگس محمدی هستند که بسیار باعث افتخار من هست و افتخار تمام زنان ایران و جهان هستند ایشان و خوشحالیم که ایشان دعوت ما رو قبول کردن و در این پنل به عنوان سخنران اول هستند و عنوان سخنرانیشون هم هست نقش زنان در دموکراسی. خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زنان، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هستند. در سال 2023 کمیته نوبل نروژ جایزه صلح نوبل را به ایشان اهدا کردند و او را رهبر طبیعی جنبش زن زندگی آزادی نامیدند. در سال 2024 نیز در فهرست 100 چهره تاثیرگذار مجله تایم قرار گرفت. در مهر 1395 دادگاه تجدید نظر تهران حکم 16 سال زندان او را تایید کرد. در دوران حبس برایش پرونده‌های جدید تشکیل شد و در اسفند 1398 با 2 پرونده تازه روبرو شد و در خرداد 1400 به اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و تحصن در زندان به 20 ماه حبس و 80 ضرب شلاق و جزای نقدی محکوم شد. نرگس محمدی تاکنون جوایز بسیاری دریافت کرده، از جمله جایزه روز جهانی آزادی مطبوعات، جایزه ساخاروف انجمن فیزیک امریکا، جایزه شجاعت گزارشگران بدون مرز، یادبود عدالت اجتماعی و جایزه گالیله. بسیار برای ما باعث افتخاره که ما در خدمت ایشون هستیم. خواهش کنم بفرمایید خانم نرگس محمدی. شاد باش بهتون میگم و تبریک میگم 3مین سالگرد یا سالگشت جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو. بفرمایید. دموکراسی بدون زنان یک دروغ است. ببینید، در پیوند امر دموکراسی و زنان من نمیخوام بحث تحلیلی یا نظری ارائه بکنم، فقط یک پیوند تاریخی بین امر دموکراسی و زنان رو در داخل کشور ایران و جهان یادآور میشم و عرضم رو ادامه میدم. پیوند تاریخی بسیار تنگاتنگی بین امر دموکراسی و زنان هم در تاریخ کشور ایران و هم نمونه‌های جهانی اون وجود داره و میتونیم بهش بپردازیم. اشاره وار بهش میگم، اگر به 120 سال پیش به ایران هم نگاه بکنید، شما نقش برجسته و تأثیرگذار زنان رو در جنبش‌های آزادیخواهانه ایران، یعنی از زمان مشروطه تا امروز، نه به صورت نقطه‌ای و پراکنده بلکه به صورت یک خط ممتد تاریخی میتونید ببینید. ما مستثنا نیستیم، ما بخشی از جهان هستیم و شما نمونه‌های جهانی اون رو هم از جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی تا مبارزات زنان برای حق رأی در غرب میتونید ببینید. خب ما در 3مین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی داریم با هم صحبت میکنیم. زمان اون فرا رسیده که ما مشخصاً در رابطه با مسئله آپارتاید جنسیتی در کشورهایی مثل ایران و افغانستان تحت حکومت‌های دینی و استبدادی چون جمهوری اسلامی و طالبان صریح‌تر صحبت بکنیم. زمان آن رسیده که برای آپارتاید جنسیتی همه با هم همصدا بشیم، چرا که ما باور داریم
که زنها ستون اصلی دموکراسی هستند. مگه میشه از صلح، از دموکراسی، از آزادی و از عدالت سخن گفت اما نگاهی به وضعیت زنان در جوامع مختلف از غرب تا منطقه ما نداشت؟ ببینید یه موقعی بود بسیاری از کشورها حتی در غرب وضعیت خودشون رو وضعیت باثباتی در تحقق دموکراسی می‌دونستن، اما شما می‌بینید که متاسفانه به دلیل شرایطی که در جهان ما شاهدش هستیم، دموکراسی حتی در کشورهایی که تحقق، تثبیت و تحکیم پیدا کرده بود متزلزل شده و ما وظیفه داریم که در پیوند بسیار تعیین کننده بین امر دموکراسی و زنان توجه جهان رو به مسئله زن جلب بکنیم. زنان در واقع ستون دموکراسی هستند. دموکراسی بدون برابری جنسیتی امکان پذیر نیست و هر زمان برابری جنسیتی در خطر قرار بگیره قطعاً به تبع اون دموکراسی هم در خطر قرار خواهد گرفت. البته مؤلفه های زیادی در به خطر انداختن امر دموکراسی در جهان مشهود و قابل رؤیت هست، رؤیت پذیر شده برای عموم جهان، اما ما میبایستی که مسئله زن رو مورد توجه جهان قرار بدیم و از این منظر، یعنی هم به لحاظ جهود زن زندگی آزادی در ایران و عاملیت زن برای گذار از استبداد دینی و استقرار دموکراسی با مسئله آپارتاید جنسیتی رو مطرح میکنیم، بلکه برای امر دموکراسی در جهان مسئله حقوق زنان و وضعیت زن رو مطرح میکنیم، بلکه به موجب منطقه‌ای که در اون هستیم که خشونت، جنگ، تبعیض، فقر این وضعیت رو بغرنج و غیر قابل تحمل و حتی ناباورانه کرده، ما میبایستی که به مسئله زنان در این منطقه هم توجه بکنیم. ببینید شواهد جهانی هم نشون میده که شما خود استاد هستید، همه اینها رو میدونید، ضیق وقت هست و من نمیخوام بیشتر بهش بپردازم، اما شواهد جهانی هم نشون میده جوامعی که مشارکت زنان در امر سیاست، در امر اقتصاد، در اجتماع بالا باشه، شما جامعه‌ای شفافتر، عادلانه‌تر و پایدارتر رو شاهد هستید. تجربه جنبش زن زندگی آزادی به اعتقاد من که البته وظیفه ما هست که این رو ترویج بکنیم، تبیین بکنیم، جنبش زن زندگی آزادی با حضور گسترده زنان، با عاملیت زنان تونست موتور محرکی قدرتمند تغییرات اجتماعی، سیاسی و حتی میخوام بگم در لایه‌های عمیق جامعه، حتی در لایه‌های مذهبی باشه. پس بنابراین شما حتی به مسئله زن به عنوان یک راهبرد میتونید برای تحقق دموکراسی توجه ویژه بکنید، اما موانعی وجود داره. خب موانع اون در کشور ایران و اساساً توی این منطقه یکی از موانع عمده‌اش حکومت‌ها هستن، قوانین هستن، حکومت‌هایی که با سرکوب، با استبداد و با پوشش دین و با پوشش ایدئولوژی میتونن به بقای خودشون تداوم ببخشن و این سرکوب رو میتونن ارزشمندش بکنن، در واقع از پوششی به نام ایدئولوژی، به نام مذهب، به نام ارزش برای سرکوب استفاده بکنن و ما چاره‌ای جز سخن گفتن در این باب نداریم، هرچند اگر که هزینه زا باشه برامون. ما میبایستی به فرهنگ پدر سالارانه و مرد سالارانه در جوامع طعنه بزنیم، گریزی جز این نداریم. ما نمیتونیم در رابطه با سانسور و حذف صدای زنان در جامعه بی توجه باشیم و این اولویت و این رو به عنوان یک اولویت برای خودمون قرار ندیم. خب البته که ما در حال مبارزه هستیم، البته که ما در حال تقلا هستیم و
مسیر آینده رو من خیلی نسبت بهش امیدوار هستم. البته سخت هست، من نمیخوام بگم آسون هست، سخت هست، ولی من باور دارم که ما پیروز خواهیم شد. در این مسیر ما میتونیم به راهکارهایی مثل آموزش و آگاهی رسانی به خصوص به نسل جوان میتونیم بهش بها بدیم و براش برنامه‌ریزی بکنیم. و مسئله مهمی که اتفاقا میخواستم تو این جلسه بیشتر در واقع راجع به اون گفتگو بکنیم اینه که ما به همبستگی به عنوان یک ضرورت تاریخی باید توجه کنیم. یعنی ایجاد همبستگی بین جنبش‌های دموکراسی خواه و جنبش زنان امری اجتناب ناپذیر و بسیار تعیین کننده هست. این همبستگی رو چجوری باید به وجود بیاریم؟ ما که زیر سرکوب حکومت استبدادی دینی هستیم، ما که امر دموکراسی رو در جهان متزلزل می‌بینیم، چگونه می‌توانیم انسجام، همبستگی و همدلی به وجود بیاریم؟ ما از این فقدان همدلی در جهان داریم رنج میبریم. چطور میتونیم ما زنان به همبستگی و همدلی کمک بکنیم؟ خب طبیعتاً بسیاری از شما امر رسانه رو، فضای دیجیتال رو و همینطور هنر رو برای تقویت صدای زنان مهم میدونید. اما واقعیت اینه که در داخل کشور ایران هر کدوم از اینهایی که برشمردم متاسفانه در معرض تهدید هست. رسانه مستقل وجود نداره و حتی فضای مجازی ابزار سرکوب، ابزار نفرت افکنی و ابزار ترس و وحشت از طریق حکومت تبدیل شده و این حرکت رو برای ما دشوارتر میکنه. ببینید من بحثم رو تموم میکنم، میدونم که وقت محدودی سخنرانها دارن. فقط میخوام بگم که شما هنوز وقت دارین 10 دقیقه بر آزادی زنان تأکید بکنیم، چرا که به اعتقاد من آزادی زنان در واقع بستر رو برای آزادی همه جامعه فراهم میکنه و ما توی ایران با باور به جنبش‌های دموکراتیک که قدرتمندترین اونها، با شکوه‌ترین اونها، انقلابی ترین اونها جنبش زن، زندگی، آزادی بود، در واقع این جنبش ها رو جوهری دموکراسی میدونیم و من امید دارم که جنبش های اجتماعی در جهان، جنبش های دموکراتیک در جهان از جنبش های مدنی، اعتراضی، انقلابی و دموکراتیک در ایران حمایت بکنه. در واقع شاید ما میبایستی که از شعار دموکراسی بدون زنان دموکراسی نیست پارو فراتر بذاریم و دعوت به عمل بکنیم، هم برای حفظ دموکراسی و هم برای رسیدن به یک جامعه آزاد از طریق آزادی زنان. من مطمئنم که ما زنان انقدر قدرت داریم و زمان اون هم فرا رسیده که رویای خودمون رو محقق بکنیم. ما به دموکراسی دست پیدا خواهیم کرد، ما به آزادی و عدالت در کشورمون دست پیدا خواهیم کرد و ما از همین طریق در منطقه‌ای که رنج اونها رنج ماست و خشونتی رو که در اطراف خودمون میبینیم رنج اونها رنج ماست، جنگی که رنج اونها رنج ماست، میتونیم تأثیر بذاریم، میتونیم توی این منطقه تأثیر بذاریم. ما نگاهی فراتر از مرز خودمون حتی داریم. ما به جهان آزاد، به جهان برخوردار از صلح پایدار میاندیشیم و ما یقین داریم که زنان برای صلح پایدار، برای دموکراسی پایدار، برای آزادی و برای عدالت و برای آرمان‌های انسانیت
عاملیت دارن. زمان اون فرا رسیده، به قدرت خودمون باور داشته باشیم و یک همبستگی جهانی خواهرانه رو ترتیب بدیم. به امید پیروزی خیلی سپاسگزارم. درود. اگر بازم مایل هستی صحبت کنین هنوز وقت دارین، تقریبا 8 دقیقه دیگه از وقت شما باقی مونده و ما مشتاق شنیدن بیشتر صدای شما هستیم. البته بازم بستگی به خودتون داره، ولی بعد از سخنان شما پرسش و پاسخ هست که اگر پرسش هایی از حاضرین هست مطرح میشه که باید جواب. بعدیمون خانم دکتر رضوان مقدم هستند. عنوان سخنرانیشون هست لایه حقوقی زنان و عدالت انتقالی. رضوان مقدم مدرس، جامعه شناس، پژوهشگر حوزه زنان هست که با بیش از 4 دهه فعالیت از چهره‌های شاخص جنبش زنان ایران به شمار میاد. او دکترای جامعه شناسی با گرایش مطالعات جنسیت از دانشگاه آزاد برلین، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و کارشناسی ارشد آمار و ریاضی محض رو داره. خانم مقدم طی 47 سال فعالیت از طریق جلسات خانگی، اعتراضات خیابانی تا ایجاد انجمن‌ها، کمپین‌ها و کمیته‌های متعدد در حوزه‌های صلح، محیط زیست، سلامت و مسائل جنسیتی، به ویژه خشونت علیه زنان و توقف قتل‌های ناموسی نقش آفرین بودند. ایشان همزمان در دانشگاه‌های ایران، برلین، آمستردام، مانیوس، ایرلند به تدریس و پژوهش پرداختند. بسیار خوشحال هستیم که در خدمت خانم مقدم هستیم. خواهش می‌کنم بفرمایید. بله، سپاسگزارم از شما و امیدوارم که تا اینجای برنامه برای عزیزان مفید بوده باشه. من یه پاورپوینت دارم که امیدوارم بتونن در اینجا به اشتراک بذارن. بحث من همونطوری که به درستی اشاره کردن در مورد لایحه حقوقی زنان و عدالت انتقالی هست. من در اینجا در حقیقت ابتدا یک مختصری در مورد عدالت انتقالی و رابطه‌اش با لایحه حقوقی زنان چی هست و چرا این مسئله مهم هست توضیح میدم. Next slide please. عدالت انتقالی چیست؟ عدالت انتقالی رویارویی با گذشته است، حقیقت یابی و جبران خسارت است، اصلاحات نهادی برای جلوگیری از تکراره و اوکی. مرسی. و مشارکت همه گروه‌ها به ویژه زنان که بسیار مهم هست. عدالت انتقالی یک نوع عدالت نیست، بلکه یک پروسه است. معنیش این نیست که مثلا یه نوع عدالت خاصیه، نه، این یک پروسه هستش. من ابتدا در رابطه با یک مقدمه‌ای رو میگم در ارتباط با لایحه حقوقی و بعد ارتباط اینها رو با عدالت انتقالی خواهم گفت. ابتدا یک مقدمه رو میگم. در سراسر تاریخ نهادهای حقوقی و فرهنگی بسیاری به کار برده شده تا زنان را در عرصه قدرت و تصمیم گیری کنار بگذارد. در ایران این نهادها بیش از هر چیز دین را دست آویز قرار دادند، به ویژه از زمانی که دین به عنوان بخش جدایی ناپذیر سیاست در حقیقت به ساختار سیاسی جامعه تبدیل شد. با این همه زنان برای گسستن این بندها لحظه‌ای درنگ نکردند. در جنبش مشروطه برای نخستین بار زنان از حق شهروندی صحبت کردند، از حق آموزش و حق رأی،
وقتی که بیبی وزیروف اولین مدرسه دخترانه به نام دوشیزگان رو در 1906 تأسیس کرد، اولین مخالفت توسط روحانیون بود که جلوی گفتن که این مخالف دین هست و در جنبش مشروطه زنان در پا به پای مردان جنگیدن و وقتی که جنازه های اونها رو داشتن در مرده‌شورخونه می‌شستن، 26 نفر از زنان مرده ها، کشته شده ها کسانی بودند که لباس مردونه پوشیده بودند. اما وقتی بحث مجلس شد، در مجلس دوم مدرس اونجا گفت خداوند در اینها اینقدر قوه تعقل قرار نداده که بر سرنوشت خودشون بخوان حاکم بشن. پدران، برادران و شوهران اونها اگر اینها حقی داشته باشن میتونن در مجلس اینها حافظ منافعشون باشن. در انقلاب 57 هم که ما دیدیم، حالا چون بحث ما در مورد نقش زنان در ایران آینده است، در حقیقت ما میخوایم بگیم که چیکار بکنیم که در این انقلاب سوم دوباره به اون دوتا انقلاب قبلی دوچار نشویم. میدونید که دیگه در اسفند 57 دوستان اشاره کردم و من دیگه به اون مسئله باز نمیگردم. یعنی اولین کاری که خمینی کرد و البته نشانه‌هاش بود ولی به قول معروف ایشالا گربه است. همه فکر میکردن خب حالا این داره یه حرفی توی نفرشاتو میزنه، بعد که اومد ایران میره قم. نه، این مسئله ما هر نشانه ای از هر فرد، دسته، حزب، گروه و سازمان میبینیم که حق زنان رو نادیده میگیره، باید شاخکامون تیز باشه. باید به جای 2 چشم 10 چشم داشته باشیم، به جای 2 گوش 10 گوش داشته باشیم و همه اینها رو بشنویم و به جای یک زبان چندین زبان داشته باشیم و پاسخ بدیم. نباید سکوت بکنیم، چون که ببینید وقتی حکومتی اومد و قدرت رو در دست گرفت، دیگه شما نمیتونید باهاش اون موقع همین میشه که ما در سال 57 دیدیم. وقتی اسلحه افتاد دست حکومتی، با اون اسلحه تو رو سرکوب میکنه. بنابراین این مسئله مهمی است که قبل از اینکه این اتفاق بیفته، باز ما ضرب المثل‌های بسیار زیبایی داریم در ادبیات فارسی، میگه که سنگ‌ها رو از اول وا بکنیم. خب من اینجا بحثی رو که میخوام بکنم چرا زنان در مرکز عدالت انتقالی قرار دارن. دلیلش اینه که زنان قربانیان اصلی تبعیض و خشونت ساختاری هستند. از قانون و سیاست حذف شدن و این زنان هستند که نقش محوری در مقاومت و تغییر دارن. باور کنید اگر الان ما امروز شاهد انقلاب زن زندگی آزادی هستیم، اگر همون رژ لب‌هایی که زنان در خیابان می‌زدند، جوراب‌های پاریزیانی که می‌پوشیدند، روسری‌های رنگی که می‌ذاشتند، عقب نمی‌کشیدند، الان زنان نمی‌تونستند در خیابان‌ها بدون روسری برن، در حالی که جمهوری اسلامی ستونش همین، پاشنه آشیلش همین حجاب اجباری است که داره. یعنی تک تک اون حرکت‌های ریزی که تا به الان زنان انجام دادن، همه اینها همین تغییراتی است، همین شیفت فرهنگی است که ما در جامعه امروز داریم به چشم خودمون می‌بینیم. دختران جوانی که الان زیر بار نمیرن، نسل زی و نسل آلفا که ما داریم می‌بینیم، اینها محصول تربیت نسل دهه 60 هستند، فرزندان ما، و فرزندان ما محصول ایستادگی نسل ما هستند. بنابراین در مسئله عدالت انتقالی نقش زنان بسیار بسیار مهم هست.
من چند تا مورد رو در اینجا اشاره میکنم. اولا اینکه زنان به عنوان قربانیان اصلی تبعیض ساختاری و خشونت‌های فرهنگی و حقوقی هستند. حاملان حافظه تاریخی و راویان حقایق پنهان جامعه هستند. شهادت‌ها و روایت‌های آنها از سرکوب، حبس، تبعیض، تبعیضات شغلی، تبعیضات جنسیتی، خشونت خانگی، اینها بخش جدایی ناپذیری از فرایند حقیقت‌یابی و مستندسازی هستند. شما ببینید در مسئله دادخواهان، خانواده خاوران، شما وقتی می رفتید خاوران مردان هم بودند، اما اگر 50 تا زن بود 2 تا مرد بود، اگر 50 تا مادر می اومد 2 تا پدر می اومد، اگر 10 تا خواهر می اومد 1 برادر می اومد و شاید نمی اومد. روایت هایی که زنان اومدن و مطرح کردند. یک نفر دیروز داشت به شوخی میگفت که یا اینجا بود، الان دقیقاً یادم نیست، که از یک آقای گفت که زایمان چیزی نیست. من دیدم همسرم زایمان کرد، یکی از عزیزان بود داشت میگفت دیدم که داشت زایمان میکرد و دیدم چیزی نیست. اگر هم به اصطلاح حمایتی باشه، ساپورتی باشه، به این شکله که در همین حد هست. بنابراین من فکر می‌کنم در حقیقت این زنان هستند که میتونن اون تجربه‌ای که از خشونت دارن، تجربه‌ای که من از حجاب اجباری دارم، وقتی صبح میرفتم که در آینه خودم رو میدیدم، احساس حقارت، احساس خشونت، احساس کوچیکی میکردم. و بنابراین وقتی من برای تدریس دعوت شدم که ریاضیات دانشگاه رو تدریس بدم و گفتن که باید چادر سر باشه، گفتم اولین شرط من اینه که من نهایتاً دیگه قبول میکنم که من با این مانتو رو سری بیام، ولی هرگز زیر بار حجاب نمیرم. و وقتی که من بدون حجاب رفتم، استادای دیگه زن اومدن گفتن چطور ما حجاب داریم شما ندارید؟ گفتم شما هم بگید نه. راهش اینه که ما در مقابل، همونطور که نرگس عزیز گفت، در مقابل حق خودمون بایستیم. نکته دوم در مورد عدالت انتقالی، زنان نقش محوری در طراحی نهادهای جدید ایفا می‌کنند، چه در سازمان‌های امور زنان و چه در کمیسیون ملی زنان. حضور فعال آنها تضمین می‌کند که سیاست‌ها و قوانین آینده نه تنها عادلانه بلکه حساس به جنسیت و تجربیات زیستی متنوع زنان در شهرها و روستاها باشند. تجربه من شهری مسلماً با زن روستایی متفاوته. من لباسی رو که لباس زن عشایر رو من خشونت علیه زنان میدونم، لباس خیلی از اقوام رو خشونت علیه زنان میبینم، برای که این لباسی که تن اون زن هست لباس راحتی نیست و این رو ما نباید مقدس کنیم. میتونه به عنوان یک سمبل مثل همه جاها، ما در آلمان هم داریم، بایرنیا لباس مخصوص دارن، تو جشن‌ها میپوشن، میگن که خب این لباس ما بوده. یا شما زنان فرانسه رو با اون کورستایی که میبستن به شکمشون، چه شکنجه‌ای بود. آیا الان هم این کار کسی میکنه؟ بنابراین من از این مسئله دارم، از این تریبون دارم استفاده میکنم، چون این صداها ضبط میشه. همین که 2 نفر بشنون و راجع به این مسئله فکر کنن که تعصب روی این چیزها نداشته باشن، چون همیناست که دست پای ما رو میبنده. اون کسی که اقلیت مذهبی است، بهاییه، من تجربهش رو ندارم، تجربه زیستی اون رو ندارم، نمیدونم. وقتی مغازش رو بستم، ضمناً من وقتی که وقتم گذشت استاپ کنید، من تجربه اون رو ندارم، اما به عنوان یک انسان بیدین من تجربه دارم که اون نداره. بنابراین اینها بسیار مهم هست. و مسئله سوم، زنان با شبکه‌سازی و سازماندهی در جامعه مدنی میتونن اطمینان حاصل کنن که اجرای عدالت انتقالی محدود به پیگردهای قانونی و ناقصان حقوق بشر نیست، بلکه به بازسازی اجتماعی و فرهنگی هم منجر می شود. این شامل آموزش عمومی در مورد برابری،
تغییر هنجارها، چیزهایی که نرمال سازی و عادی سازی شده، تبعیض علیه زنان عادی سازی شده. بسیاری از تبعیضات هستند که اینقدر تکرار شدن که حتی خود زنان متوجه نیستن که این تبعیض و خشونت هست علیهشون و باید اینها باز تعریف بشه. و چهارم این که زنان در عرصه‌های اقتصادی، به درستی خانم مهری براتی صحبت‌هایی کردن که خیلی مهم بود و مسئله اقتصادی زنان یکی از دلایل کنترل زنان از طریق اقتصاده. این مسئله بسیار مهم است. در عرصه‌های اقتصادی، زیست محیطی هم زنان میتونن در بازسازی کشور پیشگام باشن. اگر در این نباشن یعنی عملاً نصف، نه تنها زنان محروم میشن بلکه نصف دیگر جامعه هم از این خدمات محروم میشن. به رسمیت شناختن کار خانگی و مراقبتی تا مشارکت در سیاست‌های زیست محیطی و عدالت اقلیمی باید در حقیقت صدای زنان تضمین کننده باشه که توسعه آینده ایران رو به صورت عادلانه و پایدار رقم بزنه. و در نهایت در این بخش از صحبت‌ها میتونم بگم که عدالت انتقالی بدون حضور زنان تحقق پیدا نمی‌کنه و ناقص هست. اگر فردای به اصطلاح این رژیم جمهوری اسلامی رفت که 100% خواهد رفت و باز دیدیم مردان اومدن و عدالت انتقالی رو در دست گرفتن و خواستن منحرف بکنن و ببخشیم کردن و حالا تموم شد و نه خانی اومده نه خانی رفته، اونجا باید مقاومت کرد. چون این زخم تا باز نشه، جراحی نشه، این التیام پیدا نخواهد کرد. بنابراین آمران و عاملان جنایت‌های این نیم قرن اخیر باید محاکمه بشن، محاکمه‌ای که عادلانه باشه. و هدف از عدالت انتقالی مجازات نیست بلکه ایجاد تعادل بین عدالت، صلح و بازسازی اجتماعی هست. این بحث من در مورد عدالت انتقالی هست. خب اما حالا من میرم روی بحث بعدیم. پیشنویس لایحه حقوقی زنان توسط فعالان حقوق زن در خارج از کشور نقشه را برای توان افزایی عدالت انتقالی و آینده ایران بود که یک متن حقوقی و یک سند اجتماعی هستش. بندهای کلیدی این لایحه سکولاریسم هست که البته من میگم لایسیته، یعنی یک گام از سکولاریسم باید جلوتر بریم. ولی اون زمانی که ما این لایحه رو نوشتیم جمعی بودیم از فعالان حقوق زن که محبوبه عزیز که در اینجا نشسته در حقیقت یکی از دعوت کنندگان به این مسئله بود که البته این لایحه برمیگرده. ما قبلا تحت عنوان منشور زنان ایران در ایران کاری رو انجام دادیم در 3 استان، استان فارس، استان خوزستان و استان تهران، حول محورهای 12گانه کنفرانس پکن نشستیم و من خودم بخش خوزستان رو انجام دادم. شهر به شهر رفتم. الان محبوبه اینجا هست و بدون اینکه حتی من بابت این کارو و سفرهایی که داشتم حتی یک ریالی از کسی از جایی بودجه‌ای دریافت بشه، این کارها رو با هزینه شخصی خودم انجام دادم و دوستان دیگر هم که در این نوشتن منشور شرکت داشتن. این در حقیقت تداوم اون منشور است. بندهای کلیدیش یکیش سکولاریسم دولتی است، تضمین حقوق بشر هست، برابری جنسیتی و حقوق مدنی، حق توسعه فردی و فرهنگی، ریشه‌کنی خشونت علیه زنان و تشکیل کمیسیون ملی زنان. خب من این بحث رو گفتم. در حقیقت پیوند دادن لایحه حقوق زنان با عدالت انتقالی، من ضمن صحبتام گفتم که عدالت انتقالی در حقیقت بدون تحقق این بندهای این لایحه رو ما چرا نوشتیم؟ به خاطر این هستش که فردای
جمهوری اسلامی، ما این رو بذاریم روی میز و بگیم امروز که میخواد قانون اساسی این مملکت نوشته بشه، این هم خواسته های زنان هست. مشکلی که ما در سال 57 داشتیم به خاطر اینکه تشکلات مستقل زنان وجود نداشت. ما سازمان زنان رو داشتیم که سازمان زنان ایران به خاطر اینکه دولتی بود، فمینیسم دولتی بود، با در حقیقت سقوط سلسله پهلوی، این هم یعنی تمام افرادی که اونجا تصمیم گیر بودن همه مجبور به فرار شدن و در نتیجه سال 57 نیروی منسجمی که بتونه مقاومت بکنه و بایسته، ما درست تظاهرات کردیم سال 57 علیه حجاب اجباری، ولی پاشیده شد و چون یعنی یک چیز خودجوش بود و به خاطر اینکه ما اون تشکیلات رو نداشتیم، در نتیجه کاری هم نتونستیم از پیش ببریم و حکومت یه عقبگرد مقطعی کرد، ولی بعد تونست حاکم بشه. 1 دقیقه من فرصت دارم. خب البته من خیلی سریع از اینجا میگذرم. من چطور سریع رفت روی نتیجه گیری؟ اوکی، خیلی خوب. من با توجه به اینکه 20 دقیقه هم تموم شد و باید متعهد باشم، ببینید مسئله زنان و عاملیت زنان بسیار مهم هست. عاملیت زنان یعنی چی؟ یعنی این کلمه در حقیقت نقطه مقابل منفعل بودن هست و اینکه ما بتونیم در فردای جمهوری اسلامی بتونیم اونجا بگیم ما هستیم و هر نیرویی که مقابلمون وای میسه با سازماندهی، با نترسیدن، یعنی نگذاریم 47 سال بشه و بعد بگیم نمیترسیم. در همون روزهای اول و قبل از اون در گروه‌های مختلفی که امروز وجود دارن حضور پیدا بکنیم و حرف بزنیم. من یک تجربه خودم رو میگم. یک گروهی اومدن و در کانادا همین اخیراً در ماه مارچ، دوستانی که اینجا هستن از جمله شهلا جان، فریبا و بقیه دوستان میدونن، این گروه اومدن 18 نفر رو دعوت کردن برای سخنرانی. در این 18 نفر 16 نفر مرد بود، 2 نفر اسم زن خانم الهه امانی و گلرو، مهدی گلرو بود و خانم الهه امانی هم اصلا گفته بود من نمیام. بنابراین یک سخنران زن داشتن و 16 تا سخنران مرد و من اونجا ایستادم، مقاله‌ای رو نوشتم و جلوی این کنفرانس رو گرفتم. گفتم شما حق برگزاری این کنفرانس رو ندارید. حق ندارید وقتی ما زنان رو نمیبینید 16 تا مرد بیاد اینجا و در مقابل یک زن. و زنگ زدم به خیلی از سخنران‌ها، گفتم شما حق ندارید برید سخنرانی کنید. و ما این رو بهش میگن عاملیت، یعنی یک صدا میتونه تغییر ایجاد کنه. بنابراین خواهش من اینه که خودمون رو دست کم نگیریم و به هر حال هر صدایی میتونه ایجاد تغییر بکنه. متشکرم و مرسی. خیلی سپاسگزارم. ما پرسش و پاسخ رو میذاریم بعد از سخنان خانم فریبا پارسا که از هر دو سخنران و پرسش و پاسخ انجام میدیم. خانم فریبا پارسا عنوان سخنرانیشون هست نقش زنان در گذار دموکراتیک و آینده ایران. خانم پارسا پژوهشگر ایرانی تبار مقیم ایالات متحده و بنیانگذار سازمان آنلاین رهبری زنان هستند که هدف آن توان افزایی زنان ایرانی و افغان از طریق آموزش رهبری است. او دارای دکترای علوم اجتماعی از دانشگاه روسکیلد دانمارک است. سابقه تحقیق و تدریس در دانشگاه هاروارد، بلند و جورج میسن را دارد. زمینه‌های پژوهشی او شامل سیاست ایران، اسلامگرایی سیاسی، حقوق زنان و جنبش‌های دموکراتیک در خاورمیانه است. بسیار خوشحالیم که در خدمت خانم پارسا هستیم. بفرمایید خانم پارسا.
خیلی صدای منو دارید؟ اوکی. اول از همه خیلی ممنون برای کسانی که این کنفرانس رو برگزار می‌کردن و خیلی خوشحال هستم که بسیاری زنان رو می‌بینم و از منم دعوت شده. بعد از این دو ابرزن نرگس محمدی و دوستم رضوان مقدم، اینها هر دوشون رول مدل برای رهبران زنان ایران هستند. من خیلی خیلی به اونها احترام میگذارم و از اونها همیشه یاد میگیرم. من الان حدود 15 ساله که با رضوان جان کار میکنم و من بیشتر عمرم رو در خارج از ایران زندگی کردم و در اینجا نمیخوام که مسائل آکادمیک و اینها رو بگم که مثلا دموکراسی فلان. من در اینجا میخوام تجربه های شخصی خودم رو با شما در میون بگذارم، چون من بیشترین عمرم یعنی 28 سال حدوداً در دانمارک زندگی کردم و شاید دانمارکی رو بهتر از فارسی بتونم صحبت کنم. از اول دبیرستان من اصلا دانمارک درس خوندم، تحصیلات دانشگاهیم همش در دانمارک بوده. در دانمارک ازدواج کردم و الانم 15 ساله که در آمریکا هستم. ولی قبل از این که اینو بگم، من در رابطه با انقلاب همون 57 من در ایران بودم. حالا میخوام ببینم که چند نفر شما در ایران بودید و دستاتون رو و چند نفرتون بالای 10 سال بودید. نه؟ خب بیشتر اکثرا بودید در ایران. زمانی که انقلاب شد من 13 ساله بودم و تو دوره راهنمایی و قبل از اون خیلی معمولی لباس همینجوری بدون حجاب و حتی شورت دام، من هر معمولی لباس می‌پوشیدم و برای من یک شوکی بود. یه دفعه‌ای همون مسئله حجاب که مثلا از عرض چند هفته که من میرفتم مدرسه بدون حجاب هیچی، یه دفعه بدون حجاب و چادر سیاه خیلی نمیتونستم برم مدرسه. در شهرستان ها خیلی این هم مشکل تر بود. بنابراین مسئله زنان، حقوق زنان و مسئله حجاب و برابری زن، اینها از همون انقلاب در من ایجاد شد و مبارزم از همون سن 15-16 سالگی شروع کردم و هنوزم که هنوز ادامه میدم و فکر میکنم تا آخر عمرم هم که ادامه خواهم داد، چون این یک مسیری هست که هیچ وقت به پایان نمیرسه. در هر لحظه زندگی هستیم، بالاخره به شکلی ما میتونیم کمک بکنیم. و این مسئله که انقلاب شد در تحصیل، رشته تحصیلی، کار و همه اینها روی من خیلی تاثیر گذاشت و این مسیری که الان این جایی که الان هستم به خاطر اون مسائلی بود که در ایران اتفاق افتاد. من در سن 17 سالگی ایران رو ترک کردم و گفتم که بیشتر عمرم من در خارج از ایران زندگی کردم و در مورد گفتم که بیشتر عمرم رو در دانمارک هستم. میخواستم در مورد دانمارک بگم که تجربه‌ای که من در کشور دانمارک داشتم که میدونین که همونطور که شما در رابطه با سخنرانی روز اول شنیدیم، دانمارکی که از کشورهایی هست که زنان بسیار قدرتمند هستند، هم در سیاست، اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی، در همه اینها جزو کشورهای اول هستند. و من این افتخار رو داشتم که چند سال عضو شورای ملی زنان دانمارک باشم. قبل از این که توضیح بدم که چطور وارد این شورای زنان شده، ملی زنان شدم، بگم که شورای ملی زنان در سال 1899 یعنی 126 سال پیش تأسیس شد. یعنی قبل از این که حتی زنان حق رأی بگیرن، این شورا رو تشکیل دادن برای تامین حقوق زنان در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. و این سازمان الان بیشتر از 50 سازمان‌های مختلف عضو این شورا هستند و بیشتر از 1 میلیون زن عضو این شورا هست و دانمارک فقط 5.5 میلیون جمعیت داره. فکر کنید که بیشتر از 1 میلیون زن، یعنی تقریبا همه زنای دانمارک عضو این شورای ملی زنان هستند.
و چیزی که خیلی جالب هست در این شورا، نمایندگان تمام احزاب که در پارلمان هستن عضو این شورا هستن. دانمارک 5 میلیونی 8 تا حزب مختلف در پارلمان دارن. بعد هر حزبی، حالا چپ باشه، سوسیالیست، لیبرال، راست، همه احزاب یک نماینده رو تو این شورای زنان معرفی میکنن. به غیر از اون سندیکای زنان کارگرا، معلما، پرستارا، ماما و همچنین سازمان‌های NGO، مثلا سازمان‌هایی که برای خشونت علیه زنان برای صلح، همه اینها عضو این شورای ملی زنان هستن. و طوری که من وارد این شدم، مثلا من فکر نمی‌کردم بتونم، مثلا یه چیزی خیلی بزرگی بود. خود پرزیدنت، همون رئیس شورای ملی زنان به من تلفن کرد، فکر می‌کنم یه جای کنفرانس جایی منو دیده بود. بعد گفتش که ما هممون دانمارکی هستیم، ما باید صدای خارجی ها رو ببینیم که شما مثلا ایرانی هستی، پناهنده، ما ببینیم مسائل شما چی هست، شما چه مسائلی، چه مشکلاتی دارید. و از من دعوت شد و دیدم که بسیار از من استقبال میشه. وقتی وارد این شورا شدم دیدم که برای من خیلی جالب بود که اینکه با اینکه احزاب خیلی مثلا از نظر سیاسی با هم فکری خیلی با هم متفاوت بودن، اما ما با هم اول شام می‌خوردیم و خیلی تحمل و دوستی بین همه زنان بود. هیچ مثلا که اون مثلا سوسیالیستی حتی کمونیستی بود اون طرف، مثلا خیلی لیبرال بود، اینا هیچ، اصلا به عنوان یک انسان، یک زن، ما اونجا با هم شوخی هم می‌کردیم، شام می‌خوردیم و بعد جلسات رو شروع می‌کردیم. این مسئله دیگه تحمل بود که برای من خیلی شگفت انگیز بود. یکی مسئله اینکلوژن یا همون فراگیر بود مسائلشون. و این خیلی و این قسمت فراگیری که نه تنها مثلا که خب دانمارک، منم که خب به عنوان خارجی میگفتن باید تو هم جزو دانمارک هستی، تو هم باید تو اینجا شرکت بکنی و مسائل رو بگی. و غیر از این هم خیلی عملگرا بودن. یعنی مثلا قوانینی که همون مدتی که بودن، مثلا در مورد قوانین بارداری برای زنان صحبت می‌کردن، 1 سال کسی که برای دوران بارداری و بعد از زایمان، برای زنان این باید 100% حقوق رو بگیرن و بتونن از مزایا برخوردار باشن. در مورد مرخصی پزشکی که باید برن، و این در مورد نگهداری فرزند یا در مورد کسانی که سالمند بودن برای طلاق گرفتن یا بچه‌ها نگهداری، دیگه فرق نمی‌کرد که شما خب مثلا سوسیالیستی هستی، خب همش یکی بود. یعنی همه خب ما یه بچه داریم، باید به بچه‌هامون برسیم، مسئله خانواده هست. بنابراین میشه گفت یک پارچه، سازمان‌های مختلف بودن ولی یک پارچه یک حرف رو می‌زدن. هیچ قانونی نمیتونست از تو پارلمان رد بشه که اینا شورا نگه. حتی قوانین رو اونا میگفتن که ما این مثلا این اشتباهه، این باید عوض کنیم، اون اینجوری باشه. برای همونم زنان دانمارک خیلی قدرتمند هستن. اصلا هر قانون حتی مربوط به زنان نباشه، باید اینو از زیر نظر اینو باید بگذاره، ببینن مثلا زن در اینجا چی هستش. حتی اصلا مسائل خارجی هر موضوع باشه، اینها تمامو در نظر دارن و تاثیرگذار هستن در جامعه دانمارک. حالا من میخوام اینو نگاه کنیم به صورت دموکراسی، چون ما الان در مورد دموکراسی صحبت میکنیم و نرگس محمدی واقعا درست گفت که مثلا در رابطه عمل باید انجام بدیم. ما همش تو جاهای ایرانی که همش کلی میگیم، همش آرمانگرایی و خیلی کلی، باید نمیدونم دموکراسی، ولی باید ما قدم‌های عملی رو فکر بکنیم که چطور باید باشه. یکی اولین چیزی که من فکر کردم در مورد دموکراسی یک فرهنگ زندگی هست. یعنی بیشتر از که یک پروژه سیاسی باشه، یک فرهنگ زندگی است که با کسانی که من خب زندگی کردم، با این دانمارکی که دانمارک مثلا در کشور دانمارک چون 5 دقیقه نمیتونه دیکتاتوری باشه، چون فرهنگشون اینجوری بوده دیگه. و حالا هر فرمی از
حکومت باشه فرق نمیکنه. دانمارک، سوئد، نروژ، هلند اینا کشورهای دموکراسی هستن و پایدار هستش. و چیزی هم که ما میخوایم در ایران آینده بذاریم باید یک دموکراسی پایدار باشه و چیزی که خیلی مهم هست اون فرهنگ زندگی و فرهنگ دموکراسی رو که باید ما خیلی بهش آگاهانه برخورد بکنیم. همون مسئله تحمل، همین چیزایی، همین که من گفتم در مورد تحمل افراد دیگه و فراگیر بودن. در مورد این مشکلی که الان نگاه میکنیم دقیقاً مشکل دموکراسی پایدار در ایران همین هست، یعنی نبودن تحمل. حالا زنان همه‌شون در رابطه با مقصد، یعنی هدفمون هممون یکیه، هر گروهی بیان همشون یک حرف دارن میزنن، هیچ در رابطه با برابری، در مورد مثلا این تبعیض که میشه، همه این حرفا یکیه، ولی در عمل خب این با هم نمیدونم اون همکاری، اون همدلی، اون همبستگی، اون هم یک پارچگی رو نمیبینیم و این مسئله باید خیلی فکر کنیم. من فکر میکنم و یکی این هست در مورد این مسئله تولرانس هست یا تحمل، اینکلوژن یا همون سیاست‌های فراگیر و فرهنگ و یک فرهنگ مرد سالار. خب خیلی ما این رو داشتیم. و یه چیز دیگه هم در مورد دموکراسی بگم، دموکراسی این نیست که مثلا اینجا ما یه دموکراسی الان داریم، نه مثلا اینجا الان فرض کنید دیکتاتوری هست، بعد یک مقصد اینجا میرسیم دموکراسی. دموکراسی یک پروسه است. این پروسه الان دانمارک با این همه که مثلا در سطح بالا دموکراسی رسیده ولی هنوز work in progress، یعنی هنوز ما در حال انجام هستن. یک دیپارتمان فقط راجع به این دارن تحقیق میکنن و مرتب چیزای جدید داره میاد، یعنی توسعه دموکراسی و این به صورت حرکت باید باشه و عملی. این مسئله فکر کنیم مثلا ما میگیم ها دموکراسی مطرح شد ما کامل وجود نداره. حتی دموکراسی دانمارک هم کلی نقص داره. هر دموکراسی تو تمام دنیا نگاه کنید همش یک چیزی رو شما ایرادی میتونید بگیرید، ولی خب یه پروسه یه جرنی یه چیزی هستش که حتی صدها سالم جلو نگاه کنیم این فکر نگاه میکنن که ما تو زمان الان چه چیزایی رو باید به طرف دموکراسی، چه نقایص یعنی نقصا رو ببینیم، ما چطوری میتونیم اینو پیشرفتش بدیم. و این تصورم هست مثل زندگی، مثل نفس کشیدن، هیچ وقت تموم نمیشه، هم هست 1000 سال دیگه هم حتما یه مسائل دیگه هست که ما باید اون رو درست کنیم. و اینو اگه ما به صورت جرنی، به صورت یک مسیر، یک پروسه نگاه کنیم و این از فعالیت‌های تک تک ماست. دموکراسی ممکنه عقب گردم داشته باشه. دموکراسی نیست که شما دموکراسی باشین بعد خودش همینجوری اتوماتیک وار دیگه پیشرفت کنین. نه، ما با دموکراسی رو هر کدوممون هر روز و یعنی هممون چیز هستیم، ریسپانسیبل، باید این رو تلاش بکنیم. و من الان میخوام در رابطه با گروه زنان در ایران خیلی کوتاه بگم. در مورد گروه‌های زنان ما این شورای ملی زنان، من فقط فکر می‌کردم این چقدر عالی هست مثلا این چیزی ما توی ایران داشته باشیم، ولی در ایران در سال 1314 یک کانون بانوان تشکیل شد که بیشتر طرح حمایت از کشف حجاب بود و از سال 1337 تا 1345 یک شورای عالی زنان تشکیل شد که 18 سازمان در اون عضو بودن، ولی به خاطر اختلافاتی که تو اون شورای عالی زنان بود این منحل شد و 1345 تا زمان انقلاب ما سازمان زنان ایران رو داشتیم که یک سازمان خوب دولتی بود و از طرف مدیریتش با اشرف پهلوی. ولی اینکه این خواسته شورا یا زنان با هم دیگه همکاری کنن، مسائلشون حل بکنن، این از یعنی همیشه وجود داشته و من فکر میکنم یه چنین چیزی برای همکاری زنان هنوزم صحبتایی که شنیدم هستش.
که من در اینجا دیگه زیاد راجع به این مسائل تاریخی صحبت نمی کنم. در رابطه با همین مسئله عملکرد این دموکراسی رو ما چجوری در کشورمون به وجود بیاوریم، من فکر کنم دو سطح داره. یکی سطح درون هست، یعنی هر کسی به خودش نگاه، تو آینه نگاه کنه. من 3 سوال از شما میکنم، این سوال رو نمیخواد به من جواب بدین، به خودتون جواب بدین، اصلا یعنی برای خودتون فکر بکنین. این 3 سوال. سوال اول این که شما آیا تلاش کردید یا آیا تجربه دارید که حرف کسی که مخالف شماست، دقیقاً متضاد شماست، این رو گوش کنید، هر چی دارین فکر و عقیده خودتون بذارین کنار، بعد به اون حرفی رو که کسی که مخالف شماست گوش کنید، سعی کنید جهان رو از چشم اون ببینید، احساس رو، قلب اون رو حس کنید. شما ممکنه 100% مخالف باشید ولی بفهمید که اون چی حس میکنه، چی فکر میکنه، چی میبینه. این سوال اول. یا تجربه دارید یا حتی مثلا تلاش کردید. این سوال اول. چند ثانیه صبر میکنم. وقت نداریم. و سوال دوم این که حالا با اون کسی که مخالف شما بود، مثلا نظراتش این ورین اون ور، این جمهوری خواه، این پادشاه، هرچی، آیا تلاش کردید یا تجربه دارید که برای اون مشکلی که داره یک راه حل پیدا کنید؟ یعنی با نیت همکاری، نه اینکه من مثلا انگار مسابقه بوکس من برنده شدم، من گفتم شما مثلا بیفته، اینجوری نه، حالت بوکس بازی و یا مسابقه اینجوری نه. اینکه ما هممون برای ایران فکر میکنیم، دوست داریم دموکراسی باشه، آزادی باشه، و اون کسی هم که حتی مخالفی، نیت همکاری، ببینیم چی چیزایی با هم مشترکیم، بگیم خب یه صحبت کنیم، اینو پیدا کنیم، ما اینو میتونیم مثلا میتونیم مثلا راجع به این که ما مثلا حالا 100 تا از 100 تا 5 تاش ما یکی داریم، میتونیم یه همکاری داشته باشیم. آیا چنین تجربه‌ای داشتید با کسی؟ یا حتی اینجوری بگم، آیا دوست دارید که مثلا یه چنین تجربه در آینده امتحان کنید؟ اگه نداشتید امتحان کنید، ببینید که چه احساسی خواهید داشت که بتونید با اون کسی که فکر میکنید مخالف شماست بتونید یه چیز همکاری پیدا کنید. سوال سومم در رابطه با پیشرفت دموکراسی، یعنی دموکراسی پایدار رو بخواید ایجاد کنید، میخوام بپرسم شما به عنوان یک زن، به عنوان یک همسر، به عنوان یک دختر، یک مادر، یک دوست، در محیط خانواده، در محیط دوستای خودتون، چقدر مواد دموکراسی رو رعایت کردید؟ شعار میدیم، صحبت میکنیم، آیا مثلا تو میشینید، آیا چقدر شما با دخترتون، همه افرادی که هستین، این آرمان ها یا اون ارزش های دموکراسی رو اجرا میکنید؟ چقدر در رابطه مخصوصا با زنای دیگه از نظر قضاوت، چقدر کس دیگه رو قضاوت میکنید، یا اینکه دستش رو میگیرید، یا اینکه حالت به جای مسابقه دادن و که من جلوترم، من بهترم، میخواین دستش رو بگیریم، میگیم با هم بریم. من 2-3 دقیقه میتونم یک کمی دیگه در رابطه با این دنیای درون بود که ما وظیفه داریم هر کدوم خودمون، یعنی دموکراسی بدون آدمای دموکرات که وجود نداره. شما بهترین قانونا رو بذارین، بهترین قانون اساسی رو هم بنویسید. وقتی ما دموکرات نباشیم دموکراسی نمیتونه ایجاد بشه. در دنیای بیرون یکی همین کنفرانس ها که گذاشتین و سمینار رو این بیانیه می نویسید، اینا کافی نیستن. ما باید قدم های عملی برداریم. یکی از قدم های عملی که برداشته شده الان چند ساله و در طرف دموکراسی، همین کمپین توقف قتل های ناموسی هست.
این یک حرکت عملگرای مشخص برای دموکراسی هست. با اینکه ما میگیم خب هممون مخالف قتل‌های ناموسی هستیم، میگیم وحشتناکه، این یک تمرینه که ما در این مورد چقدر با هم همکاری میکنیم. وقتی که مثلا رضوان جان این همه زحمت میکشن، مثلا که برنامه اینا چند نفرتون میایین مثلا کمک کنید، حالا چه توی مثلا مدیا حضور پیدا کنید یا کمک بکنید، اینها چیزای عملی هستش. این یعنی دموکراسی رو تو عمل هست. این مثلا این هست ما چند نفر از زنایی که دخترایی که ممکنه اینها رو کشته بشن چقدر ما اینها رو کمک کردیم. فکر می‌کنم دموکراسی تو اینا چیزای کوچیک یعنی هم کوچیک هم بزرگه، تو اینا هست. همون چیزی که الان رضوان جان گفت راجع به اون از ماتیک شروع شد و ما چیزی که حالا خب دخترها بدون روسری هم میتونن برن. خب ما باید از همینا دیگه ما مثلا تو آینده بخوایم مثلا که دموکراسی مثل دانمارک مثلا زن‌ها قدرت داشته باشن، خب باید از همین جلسه‌های کوچیک و اینها همکاری رو ایجاد بکنیم. و یه چیزی هم در مورد همین در رابطه با یه سازمانی که من مدیرش هستم یه کمی خیلی کوتاه توضیح بدم. این که یه سازمان اسمش هست به انگلیسی ویمنز ای لرنینگ لیدرشپ که میشه سازمان آنلاین رهبری زنان که ما برای کمک به ایجاد دموکراسی در ایران و برابری برای زنان و مردان در همه مسائل هستش و طریق استراتژی ما دادن آموزش آنلاین به زنان هست در موضوع رهبری. اون سوالی که شده بود که ما در خارج از کشور چی کار میکنیم، ما همین کار میکنیم از طریق آنلاین زوم، هم به زنان ایرانی و هم زنان افغانستان ما آموزش آنلاین رهبری میدیم. و رضوان اینجا جدوان عزیز از جزء مدرسین رهبری سازمانده یعنی سازیچون سازمانده خیلی ماهری هستن، این رو تدریس میکنن و منم یه همکاری میکنم. من در رابطه با قدرت درونی یا درون آدم اینها رو من تدریس میکنم. همین چند هفته دیگه رضوان جان یه درسی دارن در رابطه با جنبش زنان از مشروطه تا الان و این برای هم زنان افغانستان هست و هم زنان ایران. من با یک زن افغانی که در هرات زندگی میکنه گفت خیلی برای ما مهمه چون ما میخوایم از تجربه زنان ایرانی یاد بگیریم. ما داریم با طالبان مبارزه میکنیم، ما احتیاج داریم این تجربه ها این دانش به ما برسه و ما نمیدونیم. و یک کورس دیگه هم هستش که خانم ملیحه مغازه‌ای که صحبت کردن در رابطه با جنبش در 3 کشور خاورمیانه با صحبت میکنن که ما میتونیم باز این رو با مسئله ایران مقایسه کنیم. من الان کوتاه فقط 2 تا پیشنهاد دارم، ما همش راجع به عملگرا صحبت میکنیم. 2 تا چیز عملی دارم، پیشنهاد عملی برای یعنی گام‌های به طرف دموکراسی. پیشنهاد اولم اینه که این کنفرانس که الان برگزار شد دیگه مثلا خب همه میرن خداحافظی میکنن، الان این چیزش هم هست، ویدیوش هم هست، شاید ببینید، یا حتی شاید مثلا بیانیه کافی نیست. ببین اینجا که الان آدما این پرسن همه هستیم باید نتورکینگ باشه. یعنی اینکه شما مثلا کسانی که فرض کن این کمپین توقف قتل‌های ناموسی رو نمیشناسید، بیایید با کسانی که مثلا خود رضوان یک کسای دیگه هستن بیاین بپرسید، آشنا بشید، ببینید چه همکاری‌هایی میشه کرد. یا با سازمانی که من مدیرش هستم، سازمان آنلاین آموزش رهبری زنان، اگه مایل هستید ببینید مثلا چه چیزایی رو میشه با هم همکاری کرد. این نتورکینگ تو تمام چیزای دانمارک یا اروپا هم اینجا همینجوری هست. هر دفعه که کنفرانس میشه مهمترین، اصلا من کنفرانس های تو امریکایی میرم برای نتورکینگ میرم، نه برای بشنوم. خب میتونم کتاب بخونم، میتونم خب مثلا یه جایی از تو ویدیو ببینم، نمیرم اونجا میرم با آدما صحبت کنم. یعنی تمام روش راه رفتن به این ارتباط بین انسان ها است، کانکشن. من با شما صحبت میکنم، میگیم ها ما این کارو میکنیم، ما این برنامه رو داریم، هم یعنی هدف نیت باید این باشه. شما اومدین نیت باید اون ارتباط
بین ماها باشه، یعنی من شما همه با هم ببینیم که چی کارایی شما چی کار میکنید، من شما چطور کمک کنم، شما به من کمک بکنید. این پیشنهاد اولم. پیشنهاد دومم این که من پیشنهاد میکنم که کنفرانس بعدی رو تو کوپنهاگن برگزار کنیم و یه جلسه آشنایی با همین شورای ملی زنان دانمارک داشته باشیم که با خودشون، با مثلا نماینده های پارلمان، حتی وزیر، نخست وزیر، من نمیدونم تا چقدر بتونم با اونها مثلا بخوان همکاری بکنن در رابطه با مسائل مالی، نمیدونم اجرایی، اونها چقدر میتونن با ما یک صحبتی داشته باشن و از تجربه های دیگه یاد بگیرن. این که چرخ که اختراعات دوباره نمیخوایم که اختراع کنیم، اینا 100 و چند سال اینا تجربه داشتن. بریم و این کنفرانس ها رو تو اونجا با اونها ببینیم، با اونها صحبت بکنیم و ببینیم که ما چطوری میتونیم در آینده این مسیر به طرف دموکراسی و زنان که باید یک نقش داشته باشن پیش ببریم. چون این جمهوری اسلامی هم بیفته و دموکراسی که 100 سال حداقلش بگم یه پروژه 100 ساله است و باید این رو هممون بالاخره تا جایی که میتونیم، همون قدمایی که میتونیم برداریم و این رو تحویل به یه چیز بهتر به نسل بعدی. من دیگه اینجا تمام کنم و من کاملا بگم مطمئن هستم که این انقلاب زن، زندگی آزادی با رهبرای توانایی مثل شماها و نرگس محمدی و رزوان مقدم و همه شماها کاملا امکان پذیره و با همکاری، همبستگی و همدلی ما میتونیم پیروز باشیم. مرسی.